الو؟ چشم الان. برای همیشه من نمیخوام راحت بشم، میخوام بمیرم. مگه شماها رحم ندارین؟ گفتم یک آمپول، یه مورفین خواهش میکنم، یه مورفین. شروع نکن جونم، ممکن نیست. اگه قرصت هم نمیخوری بهت اصرار نمیکنم، چون نباید عصبانی بشی.
بله. صبح بخیر آقای سردبیر. بله. بسیار خوب. الان فرمایش دارید قربان؟ به آقای همایون بگید بیان اینجا. چشم. در خدمتم قربان. برو کتت رو پوش، دوربینیت هم برده بیا، یه ماموریت فوری داریم. ببخشید. از بالای پل انداختنش پایین. اون بالا مامور گذاشتی؟ بله قربان، 2 نفر عطف کرد. صحیح. آقای باسپورت اجازه میدید روشو بزنیم کنار؟ نه لازم نیست. خواهش میکنم شما تحقیقات محلیتون رو شروع کنید. بسیار آقای دکتر. کافیه دیگه همایون. خواهش میکنم وظیفتون انجام بدید. اینجا کسی پیدا نمیشه که ازش تحقیقات کنه. اینطور که معلومه. چی شده؟ بابکه. چی؟ بابک؟ بهتون تسلیت میگم. هرطور شده خودم قاتلشو پیدا میکنم. نه متشکرم جناب، این وظیفه منه. خب معطل چی هستی؟ کار شما تمومه دکتر. من اینجا دیگه کاری ندارم. پس بفرمایید برانکارا بیاد. نه لازم نیست. خودم میبرم. چرا ماتت برده؟ اتاقو بگرد. بله خیلی خوب. بله
چی؟ منو چاقو. باید اینو بازش کرد. ناخونگیر چطور؟ ناخونگیر دارم. بده ببینم. بیا. چی بود؟ نمیدونم. میخوای بریم ازش بپرسیم. الو چنگیز، ببین مثل این که برادرش به موضوع پی برده. آره میگم بهتره مغازه رو چند روز تعطیل کنی. بیشتر از این نمیتونم برات توضیح بدم. حتی که جیگر شیر داری برو تو. قلبم درد گرفت. برو خیلی خوشم اومد. اما اگه به چنگم میافتاد یه جفت ماچش میکردم. نه دوتا کمه. اگه به چنگم میافتاد میخوابوندمش 3 تا ماچش میکردم. بس دیگه بیمزه. همایون جون، تو کتاب مکر زنا رو خوندی؟ مکر زنا؟ این حرفا چیه میزنی؟ زنا قربونشون برم الهی یه پارچه فرشتن. آره فرشته. آخه میدونی چیه؟ زهر مار. میخواستم بگم حالا دیگه ما با مکر و حیله سر کار داریم چون پای زن در میونه. این دیگه چیه؟ گرده. گرد. میخوای امتحانش کنی؟ نه داداش، ما هیچ وقت تو عمرمون از این غلطا نمی کنیم. جونم ببینم چیه؟ نگاهی کن، من اینو میشناسمش. اسمش زهره است، تو توکیو کاباره کار. وقتی آواز میخونه ها به قول سعدی خدا بیامرز، مرغ از جریان و آب از طیران چیزه. مرغ از طیران و آب از بابا بلش کن حوصله‌ام سر رفت. خلاصه لنگه نداره. اما خودمونیم داشتم خیلی خوش سلیقه بوده. اگه من جای فرمایشاتون تموم شد؟ تو که میدونی تو هر
بنده هم رها شدم رها ازی بلا شدم بلا دیدم اگر بینا تا ببنده بلا گشتم من نسی دست من ای خدا بگی بنده هم رها شدم رها ازی بلا شدم در این دام خدایی من به جان گشتم صبر و قرارم بست خدایا راه قرارم با این سایه بسته راهم بسته جان درمانده دل بشکسته بنده هم رها شدم رها ازی بالا شدم ببینم آقا فرمایشی داره ممکنه بفرمایید اون آقا کیه؟ آقا تاجر وارد کننده هستن خدا با اون دنیا صادرشون کنه بنده هم رها شدم رها ازی بالا شدم در این دام خدایی خودم من به جان گشتم همین که منتظر من باشه پس من نیام نه برای چشترونی وقت زیاد داریم معذرت میخوام ببخشید که سرزده وارد شدم
من بابک رو واقعا دوست داشتم، ولی در این دوست داشتن منظوری هم بود. میخواستم به وسیله اون رئیس افراد باندشون رو بشناسم و به پلیس معرفی کنم، ولی افسوس که نشد. من سرنوشت برادرم رو پیش بینی میکردم چون معتاد شده بود، ولی هرگز تصور نمیکردم که گرگ‌های گرسنه تا به این درجه وحشی و بیرحمند که دست به این نوع جنایت بزنم. در هر صورت وظیفه دارم که به اتکای قانون قاتلین برادرم رو هر چه زودتر دستگیر کنم. تو هم باید کمکم کنی زهره. این وظیفه منه، من اونو دوست داشتم. خب پس به این ترتیب میتونیم با هم دیگه همکاری کنیم. ببینم تو حتی یه نفر از افراد این باند رو نمیشناسی؟ چرا میشناسم؟ یارو پیش خدمته؟ آره اسمش قاسمه، بیچاره عاشق منم شده. حقم داره. چی؟ برات سوء تفاهم نشه. منظورم این بود که کار مهمی نکرده که عاشقت شده. در هر صورت تو باید از این موضوع استفاده بکنی و ازش حرف بکشی. چشم مربوط، دستورتون رو کاملا اجرا میکنم. ناراحت شدی زهره؟ میدونی وظیفه من ایجاب میکنه که دستور بدم. از کسی هم خوشم میاد که بیچونه چرا دستورات ما اجرا بکنه. بنابراین به تو هم دستور میدم که از پیش خدمت یه چیزایی بفهمی. یه دفعه گفتم اطاعت میکنم. راستی عقیدت راجع به این ساعت چیه زهره؟ نمیدونم، ممکنه ساعت خوبی باشه. نه منظورم این نبود زهره. میخواستم بدونم تو بین رفقای بابک یه ساعت ساز نمیشناسی؟ چرا میشناسم. اسمش؟ اسم آدرسشو اینجا یادداشت کن. فردا با 30,000 تومن. آقا آخرین شانسه. 2 تومن به 30,000 تومن. آقا آخرین شانسه. یه بلیط بخرید. سلام آقا. خیلی معذرت میخوام. آقا آخرین شانسه. ببخشید میخواستم بدونم مغازه چنگیزخان همینه؟ بله آقا یه بلیط بخرید. نمیخوام پسر برو. چند روز بسته میدونی شما؟ از دیروز نزدیکای ظهر. امتحان کن. منزلشو بلد هستی؟ یه دونه بلیط از من بخرید. برو کنار پسر خجالت بکش. من منزلشو بلدم. راست میگی؟ آره اون طرفاست. بیا نشونم بده. وقت ندارم، میخوام بلیطامو بفروشم. آها یه آخرین شانس. آها پسر 3 تا بلیط ازت میخرم به شرط خونه چنگیزخان رو نشونم بدی. خیلی خوب. باش. بذار سوار کنم. حالا ببینیم نشونه. برو سوار شو. نه اولین شانسه. ببخشید آقا من
فرمایشی داری؟ ببخشید ما خبرنگارا یه خورده همچی آره چطوری میتونم بهتون بگم فضولیم ساعت قشنگی مطلبتون رو بفرمایی. نه آخه خیلی مشکله میدونی مشکله تعمیر ساعت میگم مگه شما خودم تعمیر نمی کنم شاگرد دارم. پس چرا مغازتون رو بستی؟ چی گفتی؟ ببخشید آقا من کاملا خودمو بهتون معرفی نکردم من خبرنگار جنایی خبرنگار جنایی عقیده خواهش میکنم بفرمایید قربان خواهش میکنم مرسی بفرمایید متشکرم پرسیدم چرا مغازتون رو بستین؟ به واسه این که این روزا کاسبی نمیشه جز ضرر چیزی واسمون نداره. آها پس ممکنه راجع به این که چرا شما سیگار متشکرم مرسی راجع به این که ببخشید چی داشتم میگفتم؟ آها بابک چی؟ راجع به بابک ممکنه اطلاعاتی در اختیارم بذارین؟ بابک خدا بیامرزتش مشتری خوب ما بود. فقط مشتری؟ ولی من شنیدم با شما خیلی صمیمی بوده. نبوده. خب پس چرا شبی که از بیمارستان فرار کرد یک راست اومد اینجا؟ اینجا؟ کی اینو گفته؟ لابد برای اینکه یکی از این ساعت را بگیره نه این حرفا مزخرفه. حالا دیگه خبرنگاران میخوان رول کاراگاه رو بازی کنن. من اصلا از هیچی خبر ندارم بابکم اصلا نمیشناسم. پشت بار آقا پشو. خیلی متاسفم که عصبانیتون کردم آقا خیلی از اطلاعاتی که در اختیار من گذاشتید کاملا متشکرم. اما یادت باشه که من یکی رول بازی نمی کنم. روز بخیر. پسره اومده اینجا فضولی کنه باید اینم بده زیر زیر پل مطلع شید یالا بجنبید برید عقب جنایت کنم. تکون نخورید. ساسان ده بلند شده ساعت خواب ده بلند شما حواسی داره شد کردی بچه افلش قلابی مقلش نکنه
ببین شناسنامه داره یا نه. و میگن سگه بابا نداشت ابو میکرد. اینا پدر مادرشون کجا بود که شناسنامه داشته باشه؟ بیا بگیر. دیگه رانندگی مدرک خوبیه. آره. کی بود؟ تا همشون خبر نشدن را بیفت بریم. نه دوربینه. ببینم از کجا فهمیدی که من اینجا هستم؟ یارو بلیط فروش منه و اشیاکاری که زدم خوشت من؟ آره خوب بود. چی کار میکنی؟ بیفتی رو میز. آب روشنایی قرصتو بخور. نه من برم اینو ظاهرش کنم. یالا. با اجازه. سلام. جلو پات نگاه کندن داشت. خیلی معذرت میخوام، باید ببخشید. سرکار علی با کی کار داشت؟ آقای ساسان کار داشت. آقای ساسان؟ آقای ساسان اونجا هست؟ ممنونم. بیا اینجا بینم. ببخشید قربان، خیلی معذرت میخوام. سلام آقای ساسان، بفرمایید قربانت کردم، اینجا رو امضاش کنید قربان. اینم امضا. بفرمایید. مرسی. بازم کاری داشتی؟ اصلا انگار نه انگار که انعامی هم در کار هست. این چیه؟ نامه دادسراست، نوشتم برم لباسای بابک رو تحویل بگیرم. تو هم اینجا باش تا من برگردم. خب خوش آمدین. آخه روزگار خیلی جالبه. الو ببخشید آقای سردبیر، بنده جناب آقای همایون خان هستم. بله بنده خود همایون خان هستم، خودم هم. بفرمایید. بله قربان. بله آقای ساسان نیستم. آدرسش کجا؟ چشم میمازه. ساسان عزیزم، من به دستور آقا تاریکه، چشمم اینجا رو نمیبینه. کاش یه چند تا چراغ زنبوری با خودم آورده بودم. خدا کنه اقلا به موقع برسم یه 3-4 تا عکس از قاتل و یه 7-8 تا عکس از مقتول بگیرم.
الو آقای سردبیر، همچی سربسته به شما بگم که اگه همایون از بین بره مسئول شما هستین. بله؟ نه خیر، مطمئنا این یک دامه. بله میرم، اما نه برای بازدید از جنازه قلابی، بلکه برای نجات دوستم. گم زدن هم دور میدم من آفید در کنای سردبیر که من آواره بیا همایون هنوز کارم به اونجا نکشیده که منو بازم ببره. نه لولا ورده شدم، فقط پوست و استخونم مونده. ای خدا دونم همایون 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 طوری شدی؟ خوب شد اومدی و الا همشونو کشته بودم. ناراحت نباش، خیلی خوب، مهم نیست. حالا پاشو بریم. باشو. من دارم میمیرم، این میگه مهم نیست. یواش یواش سنگینی پندار تو همه شیار مزغال وزن دارم، میگه سنگینی تو بنداز رو من. یواش، من پله میترسم. یواش خیلی خوب، پولی یواش 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 برو تو، انقدر یواش نکن. برو تو. نه خیلی خوب پارم به پاتو جمع کن. یکیو بخور که شانس آوردی. آره من همش منتظر بودم یه رو شانس بیارم، حالا آوردم. بخور، حال جا میاد. انقدر شلوغش هم نکن، فکر میکنم به دکترم احتیاج داشته باشه. توی زهره، این چه قیافه ایه؟ ترسیدم مراقبم باشن خودمو بگیرم. کار بسیار خوبی کردن. من میخوام برای به دست آوردن عکسی که ازشون کار خودشونو کردن. موفق شدم. البته اونطور که دلشون میخواست نه، ولی حال همایون بیچاره رو حسابی جا آوردن. دوربینش هم ازش گرفتن. تفلک همایون. آره، ولی خوشبختانه قبلا فیلم از دوربین در آورده بوده. اینه هاشش. بیا نگاه کن.
میخواستم با تناب خفت کنم. بگیر تو رو خدا، دلشو ندارم ببینم. پیشت باشه مارشون رو جلب کنی. میتونی بهشون بگی ساسان گول زدم، یا اینکه بگو مستش کردم و ازش گرفتم، یا میخوای بگو ساسان عاشق من شده. خلاص از همین دروغا، ولی خودت باور نکنی. یه کاری بکن که بهت اعتماد پیدا کنی. اینا لباس بابک. نگاه کن، یه روز تو این لباس ها بوده، اما حالا تو 2 متر کرباس ها. چیه؟ ناراحت شدی؟ چه میشه کرد؟ این کراواتی من براش خریده بودم. تفلک چقدر خوشحال شد. نگاه کن، مثل اینکه یه چیزی تو آسترشه. پروین عزیزم، فردا غلام از خرمشهر حرکت میکند. من با آبادان میروم و 2 روز دیگر به خرمشهر برمیگردم. 250 و 3 ساعت بسیار خوب دادم به غلام که براتون بیاره. همه رو بده به ساعتی که بفروشه و پولش رو بده به تو که بین بچه ها تقسیم کنی. ضمناً سهم بابکم بذارید برای خرج بیمارستانش، چون اون حتما باید معالجه بشه و الا ممکنه ما رو لو بده. منم برای 4 یا 5 روز دیگه به تهران میام و سهم خودم ازتون میگیرم. با امید دیدار. سین 10/6/40. درست 2 روز بعد از این تاریخ بابک رفت به بیمارستان و 3 روز بعدم فرار کرده کشته شد. آره، این همون زنیه که بابک تو آپارتمانش یه اتاق اجاره کرده بود. خودش هم طبقه بالا میشینه. آفرین زهره. خب پس من باید الان برم از این پروین خانم که یه دفعه از چنگم فرار کرده کاملا تحقیق بکنم و تو هم باید امشب هر طوری شده سر ساعت 11 وقتی که کارت اونجا تموم شد قاسم و برداری و بیای تو اتاق بابک تا من از اونم تحقیق بکنم. آره. یادت باشه که این کار خیلی برای من مهمه ها زهره. میدونم. هرچی عشقه و دلبری بلدی باید برای اخفالش به کار ببری. بالاخره هرچی باشه اونم مرده و دل داره، ولی یه طوری که بویی نبره ها. میفهمی؟ خیلی خوب باشه. خب حالا اینا که تو بزن و برای انجام این مأموریت مهم حرکت کن. میخوام درست حسابی نقش تو اجرا کنی یا زهره. خیلی متشکرم. خداحافظ. داشتم دنباله. اون چیزی که دنبالش میگشتی دست منه، همینو میخواستی نه؟ اون نه جونی. این چیه دیگه؟ بندازش دور. آره میندازم دور، ولی تو رو احمق خفه شو. برای منم داره دلبری میکنه. چه وحشی. برادرت اینطور بی تربیت نبود. میدونم، و همین دلیلم تونستی بکشیش. کی اینو به تو گفته آقا خوشگله؟ این اشبه ها رو ببر برای خالت. اگه به زندگی علاقه داری بگو این مرد کیه.
همونی که این نامه را امضا کرده میگی یا نه؟ یه دست نگه دار. عجله نکن آقا پسر. دست نمالا. پروین بیا در نگاه کن اونم از دستش بگیر. مثل موشم خفت میکنم. بگو رئیس باندتون کیه؟ از رو نمیری ها؟ به پلیس تلفن نکن بهت میگم. معلوم میشه آدم عاقلی هستی. گفتم بهت میگم. آها. الو مامایون، هرچی استراحت کردی بسته. گوش کن، باز اون زنک از چنگم فرار کرد. زود بیا اتاق بابک، کار مهمی باید دارم. عجله کن یلا. خب حالا بگو، حرف بزن. تا مغزت داغون نکردم بگو. میدونی که من مثل تو از اینکه صدای هفتیرم به گوش کسی برسه نمیترسم. یالا حرف بزن، حرف بزن. بی حرکت بکن نخور. باور کن منم رئیس باندو نمیشناسم، اما اینو میدونم که امشب ساعت 10 خونه ساعتی جلسه مهمی دارن. میتونی اونجا پیداش کنی. آها خیلی خوب. یه چیز دیگه هم باید به هم بگی. بگو ببینم بین افراد باند شما کسی هست که اول اسمش سیم باشه؟ باور کن من نمیدونم. خیلی خوب خیلی خوب، نمیخواد بگی. ارزش دارم که پیداش کنم. آها. فکراشو کردی که اگه دروغ گفته باشی چه معامله ای باید میکنه؟ اومدی؟ نه هنو جورم. خیلی خوب، این جلو مسخرگی رو بذار کنار. بیا بگیر. ازش کاملا مراقبت کن، از خودت هم اینطور. تو میری سراغ اون زنک؟ نه بابا، میرم خونه اصلم و وردارم و برم سراغ رئیس باندشون، چون اینطور که این میگه البته اگه آدم راستگویی باشه تا یه ساعت دیگه خونه ساعتی جلسه دارن. همینجا مواظبش باش تا من برگردم. اگه دروغ گفته باشه درسی بهش میدم که تا عمر داره یادش نره. گوش کن. اگه تا ساعت 11 برنگشتم به شهربانی اطلاع بده، میفهمی؟ شب بخیر. شب بخیر.
میزنی؟ الان پاوت میدم بکنی. نه متکا بهتره. آره از تو متکا یه دونه پر در میارم، بعدم پدر حساب بچه رو در میارم. چطوری ها؟ آمدی ها؟ هیچی هیچی من یه فرد ناشناسم جوی ناشناس قلقلکش میدی بکشش نه آخه خدا مرگم بده کی اینطورت کرده؟ همین پدر ناخوشا چرا به اینا فرصت میدین که به جنایتشون ادامه بدن؟ چرا به پلیس معرفیشون نمیکنن؟ آخه بدون مدرک که نمیشه. عزیزم من حاضرم خودم بیام شهادت بدم. آخه مثل اینکه خیلی خسته شدی. بیا یه دقیقه بگی بشین. مگه ازش میترسی؟ کی؟ من بترسم؟ دستش بسته از کاری میتونه بکنی. بیا بریم. بیا جونی تکون نخوری ها ولی بیام میخورم. نمیدونی اینا چقدر بد جنسن. تا حالا 10 دفعه میخواستم منو بکش. تو رو بکشن؟ گرش رو در میارم. تو چه خوبی جونی. یه دقیقه صبر کن. خاک بر سرت. باید نگاه میکنی؟ حالا دیگه نمیتونه ما رو ببینه. حالا به راحتی میتونی عشقمونو بکنیم. حالا بیا تو بغلم. جونه من شوخی نکن. شوخی نیست جدیه. دست شما کن. گفتم برو. زود یالا به جو. نزنی ها.
خیلی بیارزه واقعا که شاهکار کردی. زنک گلت زد؟ تو از کجا فهمیدی؟ جای لباش رو صورت ساب مردت دیده میشه. تقصیر خودم. تو از یه بچم ساده تری. حالا به مکر زنها عقیده پیدا کردی؟ آره بابا. خب تو چی کار کردی؟ چیزی دستگیرت چیو؟ فقط 2 جنازه. جنازه؟ جنازه کی؟ ساعتی و اکبر. برو اون چراغ خاموش کن. بعد جنسای این دوتایی هم که ما ازشون مدرک داشتیم کشتن. حالا شاید زهره بتونه قاسمو بیاره اینجا. این یکی که با شاهکار تو از دستمون رفت. مرمر تنم گر با برگ گل بپوشی، از لبم شراب عشق جاره‌ای بنوشی، ناز من بکش تا گیرمت به دامن، گیسویم برویم سایه بان کنم من. تماشا کن، اصل مرا تمنا کن، دل راز غم را کن. که ای گل چنین تفت دارد، شاهد از لبان من بارد، دردم بیازم کن. شبی گر چه کنی در بر من، در بوی گل خیزد از بستر من. آتشم چو باده بیغشم برس به حالم تا چونه بنالم. لاله آتشین چو باده دل نشین چو غنچه نوزم، من همه نیازم. چه ماهی دارد این پریشان، این تو چه مهری دارد این نگاه دلجو. مرمر تنم گر با برگ گل بپوشی، از لبم شراب عشق جاره‌ای بنوشی، ناز من بکش تا گیرمت به دامن، پیستویم برویم سایه با کنم من. بیا تو. باریکالله، جداً عالی بود. بهتر از این دیگه نمیشه. به خاطر تو بود. مرسی. با من کاری داشتی؟ چرا نه؟ چیزی نیست، فقط هیچی، دلش کن. فقط چی؟ بگو. کی ناراحتت کرده؟ هیچ کس. گوش کن، من یه کاغذ داشتم که پیش بابک بود. خیلی مهمه. اگه پلیس پیدا کنه زندگی هممون به خطر میفته. باید برم پیداش کنم. از کجا؟ حتما تو اتاقشه، همیشه زیر بالشش میذاشت. باید هر طوری شده برم پیداش کنم. حاضری با من تا جلوی آپارتمانش بیای؟ تا اون سر دنیام که شده باهات میام، قربونت برم. تو چقدر وقت نشناسی. اصلا بهتره تو رو به خطر نندازم، خودم تنها میجم. زهره جون راست میگه، اصلا من یه خورده همچی خوب اشکالی نداره. بیا بریم.
دیگه. نکنه باریکلا یارم شستشو بشکن شستشو بشکن بدن یارم دنگش کن باریکلا یارم بدان دیگه بدان برو در رفت بگیرش دلم کن دیگه خاموش چیش زدنه؟ نه چیزی نیست. تا 2-3 روز دیگه زخمت خوب میشه، ولی به شرطی که دیگه نزا نکنی ها. اینو هنو نشناختی دکتر، با این گوله ها از میدون در نمیره. این آخرین پانسمانه، برای باز کردنش دیگه ادمت. متشکرم دکتر. امیدوارم هر چه زودتر خوب بشید. روز بخیر دکتر، خوش آمدید. خب با همه زرنگیمون تا حالا هیچ غلطی نتونستیم اتفاقا خیلی کار کردیم. مثلا چی کار کردیم؟ مثلا فهمیدیم که بابک عضو چه باندی بوده، بیشتر افرادشون رو شناختیم، باعث شدیم که 2 نفرشون به دست خودشون از بین برن. فهمیدیم که رئیس باندشون در آبادان زندگی میکنه و برادرش هم به دست همون کشته شده، یعنی ضربه رو خودش با دست خودش به سر بابک زده. اتفاقا همون شبی که تو زخمی شدی همشون به اتفاق زهره رفتن آبادان. چی میگی؟ همه اینا رو همون شبی که تو زخمی شدی زهره قول قاسم به من گفت. پس تو لال بودی تا حالا اینا رو به من بگی؟ میترسیدم تو دیوونه بازی در بیاری و با این حال خرابت بری دنبالشون، همینطوری که آره داری در میاری. خیلی خوب، اینا دیگه زیادیه. یالا دستماتو جمع کن، باید بریم آبادان. زود باش، معطل نکن. بجام. دروغ گفتم بابا، دیدم تو خیلی ناامیدی، خواستم خوشحالت کنم. عجب گرفتاری شدیم. آب بخورم عصبانی نشی. باشه دلخواه. اینجا تازه باز شده، در و پیکرش از شیشه هست. آره عالیه. خیلی جالب. آره. سلام آقا. سلام آقا، خوش آمدی. من میخوام یه اتاق 2 تخته میخواستی. اتاق 2 تخته؟ بله. بسیار خوب، بسیار خوب. میخوام یه اتاق خوبی بهتون بدم که همیشه مشتری بشه. گرچه تمام اتاقای ما مبله و تمیز و عالی و بی‌نظیرن و کمتر با هم دیگه فرق دارن قربان. اتاقی رو که در اختیارتون میذارن به اندازه خوشمنظر است، به اندازه خوشمنظر است که حساب نداره. یه قیزه بله قربان. بفرمایید، خواهش میکنم، بفرمایید. مرسی. ببخشید اسامی آقایون. بله، اسم بنده کاردان، ایشون هم که مفلوک. بفرمایید، خواهش میکنم. بفرمایید، خواهش میکنم، بفرمایید. از این طرف. بیا آقا. خواهش میکنم، بفرمایید. اول شما آقای مفلوک. بله، باور بفرمایید همچین که قیافه جناب عالی رو دیدم مثل اینکه یک نفر بهم گفت ساکت. آخه فامیل بنده ساکت قربان. ساکت چه اسم خوبی. بله، مثل اینکه یک نفر بهم گفت ساکت. اینا آدمای پدر مادر داری. دورت جون، دورت جون.
بفرمایید بفرمایید، از این طرف خواهش میکنم. بفرمایید شما بفرمایید. از این طرف قربان. نه بفرمایید، خواهش میکنم بفرمایید. راستی ببخشید، شما از تهران تشریف آوردین قربان؟ بله. بله حدس میزدم. تهران با اون کاباره هاش، با اون رقصای عربی. بقیده من بهتر شما چند روزی مرخصی بگیری بری تهران که برات خیلی موثر واقع میشه. میفهمی؟ ببخشید اینجا رو ملاحظه بفرمایید قربان، ببینید چقدر عالیه. میدونم. هر وقت احتیاج به چیزی پیدا کردین قربان زنگ فشار بدین، گارسونا فوراً خدمتتون میرسن. خب فعلا دیگه امری نیست قربان؟ نه جونم دیگه بفرمایید، با شما کاری ندارم. برو بابا تو. همایون یک کاسه زیر نیم کاسه اینجا هست. تو به غلامم شک داری بابا؟ آخه چیه؟ چی شد؟ چه بیمزه، من قارم. سلام. گوش کن، من 1 ساعت بیشتر وقت ندارم. توی این اتاق یه چیز قاچاق مخفی کردن که شما رو تو تله بندازن. من هر چی گشتم چیزی ندیدم. ممکنه تا چند دقیقه دیگه پلیس بیاد سراغتون. ما هم تا 1 ساعت دیگه با قایق از سمت غربی پل حرکت میکنیم میریم. باز کجا میخوام بریم؟ معلوم نیست، فقط رئیس بانک میدونه. کی خبر داد که ما اینجا هستیم؟ پیش خدمت در اتاقه. چی؟ آدم بزنه مخشو داغون کنه؟ پس برگشتن باید خدمتش برسیم. این کلید دارم جزو افراد بانکه. وقتی فهمیدم این اتاقو برای شما در نظر گرفتن، از این پنجره با 1000 زحمت اومدم تو. من میترسم، منو قایمم کنین. یعنی کیه در میزنه؟ به نظرم پلیس باشه. خدا کنه. خب تو دیگه برو، معطل نشو. از کجا بره؟ من از همون راهی که اومدم میرم. راستی 2 دست لباس عربی براتون آوردم زیر تخته، شاید به دردتون بخوره. خیلی خوب، متشکرم. در باز کن. الان سلام علیکم. سلام. سلام آجدن. سلام. خوش آمدی قربان. بابا من خیال کردم آدم حسابیه. تو ببینم چرا اومدی تو هتل زندگی میکنی؟ تو که اینجا خونه داری. ممنونم بابا، فرقی نمیکنه. با دوستم همایون آشنا بشین. سلام عرض میکنم قربان. خیلی خوشحال شدی نه؟ اون بستر از تو کولر بیار بیرون. چشم قربان. ممکنه تو اون یکی باشی. نزدیک بود یک کاری دستمون بدن. به خیر گذشت. بفرمایید قربان. کلیددار هتل و دستگیر تا سازم برات تله گذاشته بودن. راست میگی؟ جونتون. خیلی مهم بوده؟ اوه چه جورم. خب پس به خیر گذشت، چون اگه غیر از تو مأمور دیگه رو برای این کار فرستاده بودن، حالا با اجازتون عوض تعقیب کردن قاتلین برادرم باید تو زندان باشیم و آب خنک بخوریم. جای شکرش واقعیه. قربان کارش رو داری کرده و رفته، به نظرم فرار کرده باشه. باید درست حد زده باشم. خودشونه. بالاخره کار خودشونو کردن. تو این قایق از قاچاقچی‌ها فقط غلام پیداست. القصه نخور حاجی، الپیر میشی باجی، هذا سر نخ همینجاست، التعقیب هذا الخائن، ما را رسولون نه به خائنین دیگر از تمام. تو که اصلی خراب بودی، حالا هم که آفتاب بسرم خورده. التعقیب سنجر
قرار بود با قایق بیاین قربان. کار ما قرار مدار ور نمیداره. انسان همیشه باید تسلیم پیش آمد باشه. خب چمدون این خانم رو بردار ببر تو اون منزل روبرو. اطاعت میشه قربان. بریم عزیزم. ببینم راستی ماشین برای بچه ها فرستادی؟ خیلی وقته. خب حالا وقتشه که به سلامتی رسیدنمون یک دمی به خمره بزنیم. قاسمون شیشه رو تو چمدون بردار بیار. مشروبات تو چمدون زهره. تو چمدون زهره چی کار میکنه؟ واسه اینکه اگه اتفاقا گیر افتادیم از تو چمدون این خانم کاراگاه در بیارم. خب خانم جاسوس، تو خیال کردی ما نمیدونیم داری برای ساسان کار میکنی؟ بله تو دزد ناشی. اما خوب تو تله افتادی. یالا بگو زودتر کارشو تموم کنی. شکی نیست که میگم، اما بعد از اینکه آخرین آوازشو خوند فعلا ورش دار ببر مشروبا رو بیاره. مواظبش باش. مواظبم. بریم. نگرشتر. سف نگرشتر. بده به من. حالا دیگه نوبت ماست. گوش کن همایون، تو برو بغل دستش تو ماشین بشین، مواظبش باش. خیلی خوب. مواظبش. چیه؟ قاسم قرارمون این بود. من به امید تو اومدم اینجا. حالا هیچی نگو، کاری نمیشه کرد. بریم مشروب براشون ببریم، بعدن یه فکر میکنیم. یالا بریم. همایون مواظب این 3 نفر باش، من میرم سراغ 4می. مواظبتم.
يلا جونم شد ستا. حالا برو پیش اربابت. چشم بزن بریم. جانم پر مهنت قلبم پر درد دنیا ما را با مهنت پرورده آسرفی چشم گوهری جان دردانیزی شد قسمتم جانم پر مهنت قلبم پر درد دنیا ما را با مهنت پروردی در آتش چون عودم سوزد تا رو بودم سودم باشد رنجیدن پژمرده افسرده چون شمع خاموشم عمری من جای من خونت می نوشم در دام دل بندم با غم هم ببندم پژمرده افسرده چون شمع خاموشم از بخت بد تا چشم دل بگشادم چون شبنم از چشم فلک افتادم آسرفیزی چشم گوهریزی جان دردآمیزی شد قسمتم جانم پر مهنت قلبم پر درد دنیا ما را با مهنت پرورده در آتش چون عودم سوزد تا رکودم سودم باشد رنج دنیا. ببرش چند دقیقه دیگه میام نعشیشو تماشا میکنم. بسیار خوب زود باش. محل نگه داره. ببخشید چاره ندارم. اگه دستورشو اجرا نکنم خودم کشته میشم. اگه دمو فرار کنیم چی؟ نه حرفشو نزن. تو این آدمو نمیشناسی. اگه اون سر دنیا بریم پیدامون میکنه. چیه؟ دلم به حالت میسوزه. به حال منو که نمیکشه. درسته ولی بالاخره جون سالم به در نمیبری چون ساسان در تعقیب توی غیر ممکنه بتونین از چند ساسان و مامورین ورزیده پلیس فرار کنین. حالا چند دقیقه برای عوض کردن به من مهلت بده بعداً صدات میکنم بیا یا ماموریت تو انجام بده. باش زهره باور کن که من تقصیری ندارم. باور کن زهره. Oh
تا چمدونم باز نمیشه ببین میتونی بازش کنی. بیا پایین پسر. چشم سلام. سلام. اون خنجرتو بده میخوای چیکار کنیم؟ میخوام شرتو بده. من که کاری نکردم. چرا میخوای منو بکشی؟ نه ترس آقا بلبل. به شرطی نمیکشمت که بری بی سر و صدا اونجا بشینی تا من برگردم. تکون نخوری ها. چشم قربان اطاعت میکنم. همایون اینا ممکنه تا من برگردم به هوش بیان. برو بالا بشین مواظبشون باش. خیلی خوب از قول من با آقا رئیس چون سلام برسون. ماشین لباسه عربی رو در بیار حسینم سر رفت. نم یادی. خیلی خوب. حالا دیگه لغت عربی تحویلم میده. راستی مسعود قول میدی وقتی برگشتیم شهر یه پالتو پوست واسم بخری؟ قول میدم عزیزم قول میدم. راستی گوش کن مسعود پاشو بریم ببینیم قاسم ماموریتش انجام داده یا نه. ولش کن بذار خوش باشه. چیه برو بترای صورت آدم رو زخم میکنی. ساعت تا خاطرخواه داره. وای خدا نصیب نکنه برای زیر اونجا خوبه. دخترک خیلی جسارت میکنی اگه به خاطر این چشمای سیاهت نبود. دستا بالا. تکون نخور. ساسان خوب شد اومدی. این پسورد میخواست. کافیه دیگه به تمرک. نه درست حد زدم. خب تو بنا بود وسیله راحتی ما رو در هتل فراهم کنی. اینجا چی کار میکنی؟ زرنگی نه؟ همون لحظه اول حدس میزدم چی کاره باشی. آقای ساکت متصدی و کلیددار هتل، آقای تاجر عمده وارد کننده دارو، آقای رئیس باند قاچاق و قاتل. دیگه نمیتونی فرار کنی. اشتباه میکنی آقا. راست میگی؟ وای با حالت اگه بلایی به سرش اومده باشه. بگو کجاست؟ من اینجا. بیارینش بیرون پلیس اومد. راویا
یه نفرم اونجا افتاده. برو بیارش. یالا. یالا. خب حالا باید بریم سراغ اون چند نفر. نه دیگه چیه؟ کم کم میفهم. آوردمشون قربان. یک دو یک چهار یک دو آمده خاک بر سر انضباطت کنن. یک دو یک چهار یک دو یک چهار بی انضباط خاک بر سر. برو جلو. سلام عرض میکنم قربان. با اجازتون چون انگشتشون رو تو دماغشون میکردن دستاشون رو بستم. ببرشون اونجا. چشم برو جلو. بیافتین جلو. یالا بجنبین. بجنبین و الا می جنبونمتون. سوارشون کن. الان برو جلو. یالا. اینا رو ببر تحویل بده فریدون. قاچاقارم بعد براتون میفرست. ببینم ساسان مگه مأموریتت تموم نشده؟ چرا؟ قسمت اول مأموریتم تموم شد ولی قسمت دومش بسته به موافقت زهره. خب پس تبریک. خیلی متشکرم. موفق. قربان. خداحافظ. خب حالا کجا داریم میریم؟ میریم قرارداد زندگی جدیدمون رو امضا کنیم خانم کاراگاه زهره.